گرگی دهشت‌آوری قدیم. در آخر یخبندی بسیار ساله در متریک امریکای شمالی شیرخواران بسیار موجود بودند. این نیستی که اندازهش مثل خیس بود، بلندی معمول باشد 3.5 متر بود. این حیوانات ها را در انده های دهشت‌آور، خرس بزرگجثه، سبل سوبی کاشکه و گرگ دهشت‌آور شکار می کردند. گرگ دهشت‌آور زیاده از 100,000 سال موجود بود، ولی حاضر از آن تنها استخوان باقی مانده است. گرگ دهشت‌آور از گرگ حاضره 1 برابر بزرگ بود. گرگ فوق‌العاده که قادر بود حیوانات بزرگجثه آن وقت را شکار کند. اما گرگ دهشت‌آور نشد. در آن حالی که نوابسته از این گرگ خرد زنده ماند. کدام موجودات توانست گرگ دهشت‌آور را مغلوب کند؟ گرگ دهشت‌آور زیاده از 100,000 سال در ناحیه‌های شمال آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی زندگی می‌کرد. گرگ دهشت‌آور برای خوراک با دیگر درندگان، گرگ خرد، خرس بزرگجثه، سبزی‌زوب کاشکه رقابت میکرد. هزار سال وقتی کوتاه برای تماما نابود شدن، آن را تنها به تغییریابی اقلیم وابسته کردن ناممکن. شاید سبب دیگر نیز بود، اما کدام؟ 10,000 سال پیش یخبندی آخر رسید. گرگ دهشت‌آور با تمام قوه حرکت میکرد به تغییریابی طبیعت مطابق شود. گرگ‌های دهشت‌آور در مدت 100,000 سال تنها گروه شده حیوان‌های بزرگجثه را شکار می‌کردند. وقتی که طبیعت زود تغییر‌یابنده از آنها تغییر دادن حیاتشان را طلب کرد، آنها نتوانستند مطابق شوند. 10,000 سال پیش گرگ دهشت‌آور با دیگر حیوان‌های بزرگجثه آن وقته از روی زمین تماما نابود شدند. با همین تمام به کانال ما آبانه شوید و از نوارهای من بعده برخوردار گردید.